ضمن سلام خدمت تمام دوستان، از آقای فولادی هم واقعا تشکر میکنم به خاطر توضیحات جامع روی عکس و فیلم و خیلی خوب منو راهنمایی کردن. فیلم خیلی خوبی هم گرفتن. خب میریم سراغ به هر حال رمزگشایی تصاویری که فرستادن. همونطوری که مشاهده میکنید شما الان یه جوغن 25 سانتی حدود 20 سانتی عمقشه و اینجا یک نیم جوغن به سمت زمینه که همینجا یه قبره. حالا تاییدیه‌اش هم اینه. ببینید الان اینجا دوستان میگه مثلثی، نه مثلثی من قبول ندارم. این درسته حالت فرو رفته است اما فرسایشه. اون دوتا جوغن به ما میگه که فاصله دوتا جوغن اندازه بگیریم، پشت سر همینجا یک قبره که همون قبره رو داره میگه و این نشونم که اینجا دیدید همین الان که دارید نگاه میکنید، بله ببینید این قسمت یه قبر اون، یعنی یه سری قبر اون ته که دستگاه گفتید زده و این قسمت جلویی هم میتواند یک قبر باشه و میتونه هم شما ذرات رو با دستگاهتون گرفته باشید دقت نکرده باشید. دلایلش هم الان خدمتتون عرض میکنم. توجه کنید به تصویر. ببینید خب این طرف که هیچی. خب ببین یه سری سنگ الان ریخته جلوتر، حالا اونو کاری نداریم، جلوتر ریخته، این خودش مشکوکه. و اینجا ببینین اینجا دیواره عین این میمونه که از سنگ و ساروج این قسمت پایین بله اینجا ساخته شده و یه قسمت هایش هم مثلا قسمت راست شکسته انگار ریخته. بالا هم یه چیزایی بوده که حالا به هر حال فرسایش از بین برده. داخل این سنگ احتمال بسیار زیاد همونجوری که شما پیش بینی کردید نظر دادید که گوردخمه باشه. این جوغنی که سمت راست میبینید بله این میتونه تایید کننده همین باشه. و در جوانه بعدی هم اینه که از جلو همینجا که سنگا ریخته بود زمین خاکو وردارید برید جلو. پس بهترینه که اگه قراره اینجا بررسی شه اول خاک جلو و اون سنگایی که رو زمین ریخته برداشته شه که من میگم احتمال داره از روی دیواره ریخته باشه، اما با این حال بردارید. شاید از جلو بعد بری پایین بعد برید تو، اما احتمال اینکه دیواره ساروج باشه هم زیاده. خب حالا بقیه تصاویر رو ببینید. اینجا خیلی عالی اومدید بالای سنگ فیلم گرفتید و قشنگم نوشتید. اون سنگ سمت راستی دقیقاً در امتداد سنگ سمت چپی، اون کشیدگی سمت چپ قرار گرفته. فاصله دوتا جوغن هم 4-5 سانتی متر 6 سانتی متر بود، حالا 7 سانتی متر بود، تقریباً 4-5 قدم عقب ترش میشه، یعنی زیر همین. اگر چنانچه به سمت راست این تصویر که نگرفتید یک برجستگی مثل تل، مثل تومولوس چیزی وجود داشت یا یک نشانه خوب که خب اونجاست. در غیر این صورت هدف اولیمون زیر همون سنگ سمت راستی پایینه. و این جلو هم که همونطور که میبینید یه سنگ کف زمینه، همون سنگ است که گفتم مشکوکه، شاید به هر حال آهک یا هر چیز دیگه سازه‌ای باشه. و این قسمت اینجا همون قبرستون باستانی که گفتم، شما هم گفتید این محدوده رو بگیره. ببین تو هر قبرستونی که برید با دستگاه ردیاب، وقتی از نزدیک هر قبر برید یا از مسیر رد چید که قبرها نزدیکتر به شما باشن، سمت قبرها رو میگیره. پس این دلیل نمیتونه باشه که 100% اونا دفینه دارن. شاید هم هدایایی دارن، اما میخوای بگی کدوم از همه بهتره؟ یکی همین جایی که الان روش وایسادی، سنگی که روش وایسادی، و اون اولیه که خدمت عرض کردم نیم جوغن داشت. اینا میتونه فرسایش باشه، نمیتونی روی اینایی که روی این هست، حالا حتی کارم شده باشه ما روی اینا